میشه موردی برادران که البته همه دارن منبیره. مرسی. سلام. سلام. خاله پلاستیک دیگه اینجوری دیگه خاله. برای سلامتی و توفیق روزافزونشون صلواتی بلند کرد. روز میلاد آقا امام رضا علیه السلام هست، مصادف شده با روز جمعه. یک کار بسیار زیبای امام زمانی قرار جزا تقدیم به شما عزیزان. اونجا پلاستیک از دفعه بیا. مبارک عید میلاد رؤوف، باز هم تازه شده در قلب ما یاد رؤوف. نور باران شد جهان، ماه خراسان آمده، دلبری بر اهل ایران بهتر از جا آمده. این جمعیت نورانی و باصفا روز میلاد آقا امام رضا علیه السلام تو این حرم هستیم. خیلی دوست داشتن امروز حرم امام رضا باشن، بالاترین و بهترین دعای ما دعا برای سلامتی و فرج امام زمان هست. با همه وجود سلامتی و فرج هر کس صلواتی بلند کنیم. سلام به همگی. من چیزشون هستم، بادیگاردشون. سلام به همگی. سلام. حرم امام رضا است. Yes,
برای سلامتی عزیزان خانواده محترمشون و مربیانشون صلواتی بلند و برای فرده ها خواهد بفرمایید. مجددا سلام و ادب و خیرمقدم و تبریک دارم منظر یکایک شما زائرین و مجاورین عزیز و بزرگواری که این توفیق رو دارید که در غروب روز جمعه روز میلاد با سعادت آقایان نوروز علیه السلام در حرم مطهر رضوی هستیم. ویژه برنامه مراسم استغاثه به درگاه خداوند متعال برای سلامتی و فرج قطب عالم امکان آقای امام زمان ارواحنا ابوالفدا هر هفته در همین ساعت در همین مکان مقدس رواق امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. خب این هفته تعارف پیدا کرده میلاد علیه السلام و توفیق دوچندان داریم که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. عرض کردم برای عزیزانی که ابتدای برنامه میزنن نیت کنید از همین ابتدای مجلس برای فرج آقا امام زمان دو خیلی آقای علیه السلام ما وقتی توی محفل حضور پیدا کردیم دعواهامون دعوا شد، گره‌هامون باز شد، اما این نکته رو بدونید خود حضرت فرمودن ما لحظه‌ای از یاد شما غافل نیستیم. من شما رو چقدر یاد امام زمان هستیم. این حدود یه ساعتی که در خدمتتون هستیم شاید بیشتر تا نزدیک اذان مغرب یه اعمالی داره روز جمعه شاید خیلی را موفق هستیم، اما اینکه همه با هم این اعمال رو انجام بدیم که حال و هوای خاصی داره. شاید بین شما کافی یه دل شکسته باشه، یه دلی که امروز گره بخوره به امام زمان ارواحنا ابوالفدا، مطمئن باشید گره هممون باز کنه، درد هممون دوا میشه. این اعمال رو انشاءالله تا دقایق دیگر همه با هم انجام میدیم. دعاهایی که وارد شده برای آقای امام زمان ارواحنا ابوالفدا در روز جمعه شما هم نیت کنید. از اینکه که در سرما صدای ما رو بشنوید مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید. حالا که توفیق پیدا کردید در حرم مطهر رضوی هستید در این روز عزیز و بزرگ با راهنمایی خادمین عزیز به رواق امام خمینی رحمت الله علیه تشریف بیارید، با ما همراه باشید انشاءالله این برنامه رو همه با هم انجام بدیم. تکرارخوان نوجوان عزیزمون جناب حسین زاده بزرگوار به جایگاه تشریف بیارن، دقایقی رو در خدمتشون هستیم. کار بسیار زیبایی رو آماده کردن، تحت حضور شما عزیزان میکنن. دستهای خالی رو همه بالا بیارید. به رواق امام خمینی رحمت الله علیه تو سنها نواها هر کجا صدا رو بشنوید همه با هم میخوام 3 مرتبه دعا کنیم با اعماق وجودتون برای فرج امام زمان. با هر نیت کنید که حرم امام رضا اولین و بالاترین حاجت فرج او باشه. همه با هم 3 مرتبه میگیم اللهم عجل ولیک الفرج و از نوا و اشعار زیبای آقای حسین زاده استفاده میکنیم. اما قول بدید همه صداتون رو آزاد کنید با هر حاجت اومدید حرم همه با هم اللهم امام رضا عجل ولیک الفرج اللهم جانم بهتر همه یه بار دیگه همه با هم بگیم اللهم محتاجیم به دعا. چشم حتما. دنیا و نمای تو شد با برکات ای شمس شموس و درگه و با
زیبنده برایت بود ای مؤمن پاک، هر دم به جمالش بفرستی صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک میلاد با سرسعادت آقا جان علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت همه شما زائرین و مجاورین و خادمین. باشه چشم حتما محتاج مدام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. بارک الله نجمه امروز آفتاب آورده، وجه ناپیدای حق را بی نقاب آورده، در تراب امشب جمال او تراب آورده ای، یا به دامن احمد ختمی معاب آورده ای، از دل دریای رحمت در نام آورده ای، کل به دست خود گرفتی یا گلاب آورده ای، با جمال آمنه مرآت احمد زاده ای، در حقیقت عالم آل محمد زاده ای. این پسر حسن خدا را مظهر است و منظر است. این پسر سر تا به پا تا به سر پیغمبر است. این پسر هم مصطفی هم فاطمه یا حیدر است. تو چو مریم این پسر عیسی عیسی پرور است. این پسر در هفت دریای ولایت گوهر است. این پسر قرآن بابا روی دست مادر است. این شه ملک قدر فرمانده جیش قضاست. این همان جان جهان مولا علی موسی رضاست. وزنه ختم رسالت روی قرآن است، بلکه هم جان جهان هم یک جهان جان است. قدر و نور و فرق فرقان است. من به قرآن میخورم سوگند قرآن است. جان این اصل ولایت روح ایمان است. شمع جمع انبیا در بزم امکان است. لاله های فهم از فیض مزارش کرده گل، کوسه موسم جعفر بر مزارش کرده گل، نثار قدومش صلوات.
بخر آقا کربلایم ببر آقا انشاءالله همه این دست جمع در چنین روزی محتاجیم به دعا قربونت، محتاجیم به دعا چیچون ارادت بندشون باشین. سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ماشاءالله محسن‌زاده عزیز این از دیوار مسلط این اشکال زیبا تقدیم حضور شما عزیزان کردم. واقعا قدر بدونید حرم امام رضایی اما تا به حال از ابتدای برنامه صلواتی که مال این جمع بوده نفرستادید ها. هر چقدر امام رضا جان رو دوست دارید و دلتون میخواد بهترین ایدی ها رو از حضرت بگیرید، صلواتی در خور این جمع رو امروز ختم فرمایید. ماشاءالله بهترم میتونستید. حالا بعد از اجرای عزیزان مجدد حیفه که عزیزانمون در گروه سرود و